سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. من محمد جیپورو هستم و باز اومدیم با یه ویدیوی متفاوت دیگه، با همون یار همیشگی که تو همه ویدیوهام هست. خودم خسته شدم، شما خسته نشدید ازش؟ تو کامنتا بگید. سلام کن به ویور. سلام مرسی که منت گذاشتین منو میهمان ویدیوی خودتون کردین. مرسی، خیلی ازتون ممنونم آقای محمد جان عزیز. شما به من افتخار دادید منو میهمان دیگه. بیا پایین وش کونی واسه من چه نازعده در میاره. سلام بچه ها، چطورید؟ آجلی هم امروز اومدیم با محمد جیپورو یه بازی باحال بکنیم. محمد چی بازی کنیم؟ اومدیم اسم و فامیل با هم دیگه بازی کنیم. اومدم امروز پک و پوزه بمالم رو زمین. یه بازی مزخرف خانوادگی که وقتی دور هم جمع میشیم بازی میکنیم. البته الان دیگه خیلی هم بازی نمیکنم، قدیم بازی میکنم. منسوخ شده اصلا دیگه، میدونی؟ یه فکر کنم الان تو کل دنیا الان من و تو فقط نشستیم داریم بازی میکنیم، هیچ کس دیگه بازی نمیکنه. حتما ویدیو رو تا آخرش ببینید، حتما حمایت کنید و نظراتتون هم تو کامنت ها بهمون بگین و امیدوارم بهتون خوش بگذره و بدون معطلی بزنین بریم سراغ ویدیو. اسم که اسمه، فامیل هم که فامیله، غذا هم که غذاست، حیوان هم که حیوانه. حیوان که تویی. یه سر سوزن تو روش میخندم میاد روی این کوله من میشه، میاد سوارم میشه. میوه که میوه قسمون کردی به تایش برزو. شهر نه بذار میخوام یکی بریم جلو که ببینیم باید چی کار کنیم. شهر فقط شهر باشه یا مثلا استانم اگه باشه تو چهارمحال و بختیاری با چه، ولی استان چهارمحال چرا توگیزه گرفتم؟ چهارمحال و بختیاری یه کمک بده گردی. استان چهارمحال و بختیاری شهرستانش میشه چی؟ نمیدونم. شهر کرد. جغرافیاش هم 20 لامه. نه جغرافیا هم صفر. نهایت اسم شهر بیاد باید شهر خودمونو بنویسیم. خب داشت علی ببینیم چی میاد. تا اومد شروع کن داشت. برو بریم با حرف ل. فامیل حیوان باله من نشیدم. شهر باله حیوان باله تو پیدا کردی؟ آره. دهنت شهر باله. آها منم یادم اومد. بعد رنگ لاستیک فروش. کشور باله نداریم. لا کشور باله. استوب. همه رو نوشتی؟ همه رو ننوشتم، کشور رو ننوشتم. گوه میخوری یا استوب میکنی وقت همینه که هست. میتونم بیا. یعنی چی میتونم؟ و همین استوب تو هم میتونی استوب بدی. هر جا استوب شیر کن صفتون. اسم لاله. لیلا. نفری 10. فامیل لاریجانی لیلایی 10. بعد لیلای خدا وکیلی تو تا حالا شنیدی؟ غذا لوبیا. آخه غذاست. لوبیا پس چیه؟ غذا نیست که، غلاته. لوبیا پلو غذاست. لوبیا رو همینجوری شو کنسرو اون لوبیا. خوراک لوبیا. خب لوبیا هست یا نه؟ نه قبول نیست. شروع کرد. بابا تو داری میزنی زیرش. باشه 10 چون لقه 10. من منظورم خوراک لوبیاست دیگه. ما بهش میگیم لوبیا، نمیدونم شما چی بهش میگی. ما میگیم خوراک لوبیا کامل. خیلی دارم. یعنی تو میری دم مغازه میگی یه کنسرو خوراک لوبیا به من بده؟ جواب منو بده. حیوان لاک‌پشت. نه صبر کن، کجا میری؟ جواب منو بده. کثافت. خود تو پاچه من کنه، من تو پاچه کنه. باشه حیوان لاک‌پشت لک. لک
میوه لیمو شیرین ننوشتم 20 بابا. شهر لاریجان لاله‌زار. زار کجا؟ شهر دیگه کجا؟ من چه میدونم شهره باید یه شهری باشه اسمش لاله‌زار. خب کجا؟ آقا بذار من یه سرچ کنم. من چه میدونم کجاست شاید هست. خب تو که نمیدونی. لاله‌زار بیا شهر لاله‌زار پشما بیا اومد بیا بخورش. نه خب این اسمش لاله‌زار نیست. بردسیره نه بردسیر لاله‌زار هم معروفه. لاله‌زار تو گوگل هم آورده به ما رفتی نداره. هوا نوشتی ها آره هوا کشور چی نوشتی؟ من چیزی به ذهنم نرسید. کشور ننوشتم. اشیا لوله 10 لاستیک 10 ماشینم لاماری لامبورگینی اینم 10 این از راند اول. آره داداش خب حالا درستت میکنم. بچرخون ببینیم حرف دوم داشته تو ویدیوی خودت که دست اول باختی. حالا درستت میکنم. عیب نداره. یه حرفی میاد که نتونی اصلا نفس بکشی همه رو میریزن. سین چیه سینه؟ آره سین بود برو. اوکی شنی کنی دور دلگی دو سخته با من ملاقات من روز هفته نکو تنیا بی من نیدم مختب خار شنی وقت نکه کردم مهد استوب ای دهنت سرویس ای دهنت سرویس انا خیلی مونده بودم. دیگه ننویس اوه حاجی من اینجا یادم رفت دیسکورد نبردم اون پشت. اشکال نداره. البته کلمات پیدا نبود زیر اسم بدم. خب داشتی بیا اینجا ببینم چی کار کردی. تو مرا خوش میدهی. بیا خب اولی اسم سوسن سارا 10 فامیل سنایی داداری 10 سنایی با سین نیست. سنایی با سینه. سنایی با سه نقطه است. با سینه با سه نقطه است. بسخول با سینه تو گوگل بزن. یه ذره سواد بسخول گوش نمیدی چرا به حرفم. سنایی با سینه. سنایی بابا بیا اسم شیخه چیه؟ این اسم فامیل که نیست. تو کیو دیدی بابا فامیل سنایی باشه با سین باشه؟ بابا اون اسمشو میاره فامیل سنایی هم. بابا اون سنایی که سنایی با سه بابا اسم درسته. بیا واسه من برو اینم سگ خورد. اینم 10 ولش کن 10 سگ خورد. حیوان سمود غذا بودی؟ غذا آره سمنو سیب زمینی سرخ کرد. قبوله 10 سمنو مگه غذا دیگه بابا غذا. حیوان سمود داره تو پاچه من میکنه بچه. حیوان سوسمار سیب قرمز. واو من میوه ننوشتم. 20 بخور حالا. شهر ساری 10 5 کاش سبزوار نوشتم. رنگ سبز سفید 10 من دیگه بقیه رو ننوشتم. کشور سوئیس 20 اشیا سبد 20 ماشین سمن 20 دیگه من نرسیدم. کوری میخوندی نمیشنم صدا تو. من صدای شما رو ندارم. دست بعدی یه جوری هارد ترای میرم. یه جوری هارد ترای دیسکورد رو ببن. خب بچرخو ببینیم حرف سوم چیه. بیا اینم حرف سوم. سرنوشت ساز این دست. قین یا اول فصل. سخته غذا با قین که بلشون حیوان با قین. حیوانم نمیدونم. حیوان باید باشه. میوه. من
حیوان با غیر نمیدونم. من بقیه رو موندم. باختم. میوه. شهر. رنگ رو میدونم. البته نه اون رنگ دیگه. کشور. من فقط اسم فامیل نوشتم بابا. همین الان استوب کنم که میدونی وقتی که ماشین تجربه یکم بکنم. شهر. آها شهرم فهمیدم. رنگ. کشور. استوب نکنیم. اشیا. استوب مهم نیست. من میخوام ببرم صداش در نیاد. من میخوام اینو ببرم صداش در نیاد. خب دهنت سرویس. حیف کن ببینم. کلن 4 تا نوشتی. 4 تا نوشتی. دهنت سرویس. 2 تا 20 فقط میگیری. خب دیگه بخوای اونا رو دیگه نشماریم همینجور. نه دیگه بابا 2 تا 20 من 40 به 20 میشیم. اون 2 دوتا تا هم 10 نفری 2 تا 10 هم حساب نمی‌کنه. تو هم 2 تا 20 دیگه میشه 40. جالبش اینه که اسم و فامیل یکی نوشتم. غیور چون هم اسم هم فامیله. آره منطقیه ولی میتونم ازا قبول نکنم. یکیشو قبول نکنم. گفت میخوری قبول نه. اصلا من دوتاش هم که تو دوتاش اصلا هر 4 تاش هم که قبول نکنی بازم عقلی 20 امتیاز کلا میگیری. میخوای یه قانون بذاریم بگو هر کی گفت استوب هر چند تایی که ننوشته بود اونا رو منفی 10 میگیره. یعنی هر کدومو که ننوشته بود 10 امتیاز ازش کم میشه. قبول. برو بریم داشتی بگردم ببینیم چی میاد این دست آخر. برو بریم دست سرنوشت. برو بریم اینم ببندم بعد نگی تقلب کردی. شهر خارجی هم باشه طوری نیست؟ نه فرق نداره. خارجی هم بلد نیستم فقط می‌خواستم وای من دیگه نمیدونم. وای میوه. وای میوه با یه نداریم. ماشین هم نداریم. من 2 تا رو ننوشتم میترسم استوب بگم من پی 2 تا رو ننوشتی فقط؟ استوب. من منفی 20 احمق بیشور. تو من 2 تا 10 بگیرم. تو منفی میگیری ولی من منفی که نمیگیرم که. خب من منفی میگیرم بازم تو اینقدر کمتر از من نوشتی که من 20 میگیرم چند تا رو. بریم آقا بیا اسکرین تو بیا آوردم. یاسر یوسف درسته 10 فامیل یاسری یوسفی 10 غذا یتیمچه ای دهنت سرویس 20 حیوان یوز پلنگ میوه هم که میوه رو منفی 10 بده. میوه منفی 10 تا 0. شهر یاسوج وای 20 رنگ یشمی یاسی 10 کشور یمن. من گفتم یونان بنویسم گفتم شاید تو یونان نوشتی. اشیا هم 0. اشیا یخچال. ماشینت هم یه منفی 10 دیگه بده. منفی 10 95. آره بازم باختی که داشتی که بازم فکر کنم باختی. نمیدونم بذار یه جمع کل امتیاز بزنیم شد 265 290. اوی به 35 یعنی این ماشینم می نوشتم با چیز برده بودم. نه بازم آره 2 تا دیگه می نوشتی برده. 2 تا دیگه می نوشتم برده بود. خب حالا کاری بخون حالا صحبت کن. با اختلاف کمی باختم.
خب دیگه با اختلاف کمی باختم ولی بله، جوان مردانه دوستانم بازی شده. کردم. از خودم راضیم. دیگه روشلی ولی من یه داشت تو پاچت کردم. چیکار کردی؟ لوبیا رو باورت میشه از تو اینترنت دیدم. که صافت تو اون دست اول همش با تقلب جلو افتادی. بچه‌ها دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. امیدوارم که حال کرده باشین، کلی خندیده باشین. حتما حمایت کنید، ساب کنید، لایک، کامنت بذارید و چنل داشلی هم تو دیسکریپشن میذارم. همزمان یه ویدیو هم تو چنل داشلی هست که کلن همون اسم و فامیل بازی کردیم ولی خب کلن اونجا فرق میکنه، اصلا یه بازی دیگه است از اول بازی کرد. و اینکه داشلی حرفی سخنی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، حال کرده باشید. اسفامیل قشنگی بود. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. بچه‌ها دمتون گرم. داشلی هم باخت دیگه ولی آخرش تهش تو قلبمونه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.